فرستاده ایالات متحده آمریکا زلمای خلیلزاد در صحبت با رادیو آزادی گفت دور نوبتی مذاکرات صلح افغانستان میان ایالات متحده و طالبان که در کشور قطر به پایان رسید از هر دور دیگری مذاکرات بیشتر نتیجه مثبت داشته است. در گفت و شنید دو روزه که 7 ایول آغاز یافت، نمایندگان حکومت افغانستان نیز حضور داشتند، ولی نه چون عضو هیئت دولتی بلکه به حیث فرد علاهیده. روز 7 ایول در عرفه آغاز مذاکرات، طالبان در کنار یک مجتمع امنیتی دولتی در شهر غزنی افغانستان ماشین سرشار از مواد ترکنده را منفجر نموده 14 کس را به هلاکت رساندند. در این حادثه 180 نفر دیگر مجروح شدند که اکثریت مکتب بچه هستند. یکی از مسائل مهم مذاکرات بیرونشوی ارتش ایالات متحده از افغانستان بود. در این باره خبرنگار رادیو آزادی از فرستاده ایالات متحده در امور افغانستان سوال کرد. ما دائما میگوییم که ما تا ابد در افغانستان ماندنی نیستیم. ما میگوییم که اگر امریکا از افغانستان با تهدید مواجه نباشد و مردم افغان مخالف حضور نیروهای امریکایی باشند، ما آماده ایم از نقطه نظری نظامی کشور را ترک کنیم. اما ما جانبداری روابط حسنه با افغانستان در آینده هستیم. روابط با امور سیاسی و اقتصادی ارتباط گیرد و ما در آینده به ارتش افغان کمک رسانیم. اگر افغانستان خواهد ما مشکلی نداریم. خلیلزاد افزود که جانب‌ها به سازش در موضوعهای کلیدی از جمله بیرونشوی نیروهای خارجی از افغانستان، کفالت طالبان در مورد آنکه خاک افغانستان برای حمله به کشورهای دیگر استفاده نخواهد شد و مکالمه میان جانب‌های افغانی نزدیک شدند. منصبداران امریکایی امیدوارند که تا انتخابات ریاست جمهوری ماه سپتامبر افغانستان سازش با طالبان حاصل خواهد شد.